بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. خواهر موحده سوال نمودند حفظها الله: من در راه الله هجرت کردن می خواهم، لیکن پدر و مادرم جاهل هستند، نمی مانند. من می توانم به نزد یک مرد روم که در نکاح او نیستم، لیکن این خواهشی با من ازدواج کردن را دارد. البته که شما تنها خودتان به یک راه دوری که هست، به یک انسانی که به نکاح او ندر آمده اید، مرد او بیگانه هست، رفتنتون درست نیست. پدر و مادر اگر جاهل باشد هم، جاهل به این معنا باشد که یعنی اسلام خیلی نازکی آشیا که تقسیمات اینش نفهمد، لیکن نماز خواند، لیکن شرک و کفر نکند، این پدر و مادر مسلمان است، پدر ولی هست، به اجازه پدر هیچ کاری نکنید. اما پدر به این معنا جاهل باشد که دین را نفهمد و ضد دین باشد، در این حالت هم شما حرکت کنید که از پیش خود از یک منطقه به منطقه دیگر نبرایید، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم حرام کردند به یک زن سفر کردن را در حالت تنهایی بدون محرم. و در این مسئله حدیثی صحیح، حدیث های خیلی زیاد است، حدیث های خیلی زیاد است. لا يحل لامرأة ان يسافر الا مع ذو محرم. به یک زن درست نیست که سفر بکند مگر با محرم. بارک الله فیکم. از همین جهت حرکت بکنید در این مسائل، مصلحه و مفسده رو نظر بکنید. اما وقتی که پدر و مادر شما را به همون جوان داده باشند، یعنی به همون جوان شما را همچون عروس داده باشند و شما یگان محرم را یافتید که به سوی او رفته می توانید، تنها نباشید، با که ندارد. بارک الله فیکم.